سال تا سال رشد یافتن سوهای راه و نقلیات باعث گردید که تاجیکستان به یکی از هدف‌های استراتژیک خود رهایی از بنبست کمونیکاسیونی نویل گردد. در سالهای سابقه در سوهای نقلیات کشور 53 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ زیاده از 20 میلیارد سومانی عملی گردیده بیش از 2200 کیلومتر راههای دارای اهمیت بین‌المللی بنیاد و به استفاده داده شدند. باید ابراز داشت که امروزها در سوهای نقلیات تطبیق 15 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 8 میلیارد سومانی ادامه داشته، سال جاری تطبیق 4 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به انجام می‌رسد. در دایره آنها قطعه دوشنبه قزلقلعه شاهراه ماشینگرد دوشنبه باختر با خرج 1.6 میلیارد سومانی، کلاب شمس‌دین شاهین و شکیف قلعه خم شاهراه کلاب قلعه خم با ارزش لایحه 780 میلیون سومانی و راه ماشینگرد کلاب مومن‌آباد با مبلغ قریب 250 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده می‌شوند. تأکید کردن به مورد است که کارهای در ساحه انجام داده شده امکانیت فراهم آوردند که موقع تاجیکستان در رده‌بندی جهانی صفت راهها که همساله از جانب تحقیقات بین‌المللی حسابات جهانی رقابت‌پذیری گذرانیده می‌شوند، در ظرف 2 سال اخیر 20 زینه بهتر گردیده. طبق ارزیابی فرم جهانی اقتصادی در بین 141 دولت به تحقیقات فرا گرفته شده زینه 50 را اشغال نمود. طبق اطلاع جهت ساختمان و تجدید انفراستراکچور نقلیاتی و کمونیکاسیونی و بنیاد دالان‌های ترانزیتی نقلیاتی سال روان تطبیق باز 10 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 8 میلیارد سومانی آغاز می‌گردد. در دایره این لایحه ساختمانی راه آبی گرم نورآباد، قطعه‌های قلعه خم ونج شاهراه دوشنبه قلمه، قزلقلعه باختر شاهراه دوشنبه باختر، شاهراه ماشینگرد هولبوک تیمورملک کنگرد و باختر دنغره، خوجنگ کانیبادام، ساختمان پل ها از بالای دریای پنج در موضع کوکلی ناحیه فرخار، دریای غوند در شهر خاروغ، تجدید راه ماشینگرد و بنیاد دالان‌های ضد ترمه در موضع برسمی ناحیه شغنان عملی کرده می شود. باید گفت که موافق اطلاع سال جاری لایحه کشی راه ماشینگرد دنغره گلستان و گلستان کلاب پورا به انجام رسیده. سال 2022 ساختمان آنها آغاز می گردد.